سلام به بچهای گل آکادمی سرزمین کدها که تا اینجا ویدیوی المنتور رو با من همراه بودن. من محمد حسین تولیت متخصص طراحی وبسایت با وردپرس هستم و اومدم اینجا یه المنتور رایگان رو کنار هم باشیم، یه 0 تا 100 المنتور رایگان که همه چی رو دیگه بگم و خیالم راحت کنم که شما رایگان توی اوضاع اقتصادی کشور همه چی رو بلد شدید. بعد گزینه تنظیمات و ارسال ها فونت های سفارشی رو داریم و امروز میخوایم در مورد افزودن یه فونت سفارشی به وردپرس بپردازیم. من این حالا پاک میکنم دیگه. این لیست و ستونا و اینا رو بلدید باش کار کنید. وردپرس مقدم توی دی فونت سفارشی یعنی فونتی که تو داری و میخوای به المنتور اضافهش کنی، یعنی توی قسمت فونت های المنتور بیاد برای متنات اضافه کنی. پس روی گزینه اضافه کردن جدید میزنید، اسم فونتتون رو میذارید. اسمتون رو به نظر من دوتایی بذارید، مثلا هم فارسی هم انگلیسی. انجمن، اینجوری مثلا انجمن. وقتی روی گزینه افزودن فونت متغیر کلیک کنید یعنی یه دونه فونت اضافه میکنید و فایل TTF رو اضافه کنید. قبل از این من یه دونه سربرگ اینجا میذارم، حالا بعدا در مورد سربرگ و این حرفا بحث میکنید، ولی من تو استایل ها میخوام ببینم استایل های وزن فونت عادی مثلا اکسترا لایت و نورمال و مدیوم و اینا چه جوریه دیگه تو وزن فونت که تو اینجا تو متغیرام بزنم. من TTF فونت انجمن رو دارم اینجا اضافه میکنم. میرم تو داکیومنت فونت انجمن پرو و TTF هاشو اینجا دارم دیگه، فقط TTF ها رو نمایش میده. از بلک شروع میکنم، بلک رو اضافه میکنم. بذارید چند تایی همه رو با هم اضافه کنم. بلک رو اضافه کردم، بولد رو اضافه میکنم، اکسترا بولد، اکسترا لایت، HEAV رو نمیخواد چون که المنتور پشتیبانی نمیکنه. لایت، مدیوم، رگولار، سیمی یا سیمی بولد، سوپر هیوار رو پشتیبانی نمیکنه. سین اینو اولترا بولد رو هم پشتیبانی نمیکنه. پس همینا دیگه کافیه دیگه. بلک هم که قبلا آپلود کردم اوپن رو میزنم و اینا دونه دونه آپلود میشه دیگه. 3 از 8 و 4 از 8 و 5 و 6 و 8 پایان آپلود. خب اول میام انجمن بلک رو میذارم و اینجا میرم میبینم بلک 900، بلک وزن فونتش رو 900 قرار میدم. افزودن فونت متغیر رو میزنم. دوباره اینجا برم ببینم بعد بلک چیه. بعد بلک اکسترا بولد، اکسترا بولد داریم. اکسترا لایت کم، اکسترا بولد اون اولترا بولد، نه ایناش اکسترا بولد. اینو انتخاب میکنم 800 دیگه، وقتی اون 900 اکسترا بولد 800. بولد 700. بعدیش باید بولد رو اضافه کنم، حالت بولدش وزنش 700. این وزنا رو انتخاب کنید. متغیر بعدی بعد بولد اسیمی یا سیمی بولده که 600. سیمی بولد با وزن فونت 600. متغیر بعدی مدیوم 500. مدیوم 500. لازم هم نیست وزن فونت ها رو حفظ کنید چون که دیزاینر که نیستید. ما نورمال 400. TTF نورمال داره؟ نورمال نداره فکر کنم. رگولار نورماله، این نورمال نداره. لایت داره، چون لایت بولد سینیه. بذار ببینم نورمال اینجام نداره. اینو سرچ کنم. نه نورمالو نداره. خب نورمال نداره، نورمال رد میشیم. لایت داره 300. لایت 300.
متغیر بعدی اکسترا لایت 200، فکر کنم داشت اکسترا لایت اون 300 این 200. بعدش هم که سینه یا فین تلفظش این میشه دیگه 100 دیگه. این 200 این هم دیگه 100 میشه دیگه. سین هم داشت، سین رو دیگه همه دارن دیگه. سین 100. پولار، لایت، مدیوم، سیمی بولد. فکر کنم گزینه یه ریگولارش میشه که اشتباه نکنم میشه همون نورمال. شاید این فکر کنم ریگولار میشه نورمال. این اگه 100 باشه، این اگه 200 باشه، 300 باشه، 400 میشه ریگولار. 400 ریگولار اگه اشتباه نکنم میگم میشه ریگولار. حالا همه فرمت های مختلف وزن فونت هم قرار دادم. روی گزینه انتشارم کلیک میکنم تا این فونت هم اضافه بشه. بعد اون اینجا رو یه بار رفرش میکنم، ریلود میکنم که بیاد توی فونت هم قرار بگیره. الان اومد دیگه. حالتهای مختلف این فونت انجمن رو نشون میده توی قسمت فونت های سفارشی. این فونت انجمن میگه 10 تا ازش هست. این متن سربرگه که حالا واو یه خطا هم داد میگه که از اون حالا خطاشه دیگه، از یه خطای یه وارنینگ داد دیگه به دلیل وجود سرور دیگه. خطای سروره که حالا مربوط به اینجام نمیشه. تایپوگرافی خانواده فونت انجمن اضافه شد. میدیوم و بول و بلک بول و اینا هستن. تو اینجا بنویسیم مثلا سید محمد حسین. این از این فونتای انجمن میدیومشه، این 700 بولدشه، 900 بلک بولدشه، میدیوم، لایت، فین، 200 بولد. این شکلیه دیگه، اینجوری نمایش داده میشه. این از فونت های انجمن. عادی هم که بذاریم این شکلیه دیگه. خیلی تازه این چیزم داشته باشید، اینترنت داشته باشید، از این بهتره. حالا چون لوکالاسه ندیدم. اینم از اضافه کردن فونت های سفارشی همینجوری اضافه میکنید. و زباله‌دان هم که میگم مثل اگه وردپرس عادی رو دیده باشید میرید زباله‌دان رو پاک کردن برای همیشه رو میزنید. این هم از قسمت فونت های سفارشی. تا ویدیوی بعدی فعلا.